من وزیر تعیین کردم. عاقبت بعد 2-3 سال میبینم که عائله وزیر در جاها رفته سفارش داده ایستاده است با جای وزیر. انا همین رسم و آیین ها را وقتی که میکنن، من عائله وزیر، من دختری وزیر، من پسری وزیر، من پسری رئیس، و دیگران عزت نفس دیگران میرسیم، دیگران میبینن چی آبروی حکومت دولت میماند. دنیا را چشم وسیع شده بینید. وقتی که این زیاده روی هست، از کجا؟ از کسب کدام در آمد؟ از کجا؟ این ده خاتمه بگذاریم. خاکسار بودن، با صبر و تحمل بودن، خب نمونه عبرت دیگران بودن، به خلق صادقانه خدمت کردن.